امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی است. حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. منطق حسین ابن علی علیه السلام منطق دفاع از حق است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. این منطق امام حسینه. امروز دنیا به این منطق نیازمنده. این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشدنی است. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی. این کارزار ادامه داره. جبهه حسینی خودش رو معرفی کرده. این جبهه حسینی است، در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه.